سلام، طاهری سفر هستم. با اخبار امروز پنجشنبه 3 دکبر همراه شما. وضع یک کارخانه بزرگ استخراج طلا در تاجیکستان بد شده است و در صورت ادامه حال ممکن است کار در این کارخانه را قطع کنند. مقامات کارخانه مشترک تاجیکستان و چین با نام زرافشان در ناحیه پنجکند روز 3 دکبر به رادیوی آزادی گفتند به سبب بستن حساب‌های کارخانه از طرف کمیته انداز استخراج معدن در کان‌های ترار و جلو قطع شد. مقامات کمیته مالیات میگویند کارخانه زرافشان 200 میلیون سومانی مالیات دولت را نسپرده است و برای همین حساب‌هایش را بستند. رهبر کارخانه مشترک که 75% سهمیه‌هایش در اختیار شرکت زنجین چین است برای حل مسئله به تاجیکستان آمده است. در تاجیکستان سال گذشته 3 تن و 800 کیلوگرم طلا استخراج کردند. ده نفر از معیوبان و معلولان در تاجیکستان روز 3 دکبر در شهر دوشنبه جمع آمدند و درباره زندگی و مشکلاتشان صحبت کردند. در یک همایش در شهر دوشنبه این قشر آسیب‌پذیر جامعه ضمن ملاقات با رهبریت وزارت تندرستی از آن گفتند که با وجود امتیازهایی که دارند هنوز هم مانع‌های زیادی هست که زندگیشان را سخت می‌کند و نمی‌گذارد که خود را یک فردی کامل حقوق جامعه احساس کنند. سازمان ملل متحد روز 3 دکبر را روز بین المللی معلولان اعلام کرده است تا در این روز توجه جهانیان را به مشکلات این قشر جلب کند. بیکاری، نفقه ناچیز، نارسایی، عرابه‌های معیوبی و مثل این از مشکل‌های اصلی افراد معلول دانسته می شود. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان 154,000 معلول زندگی می کنند. مقامات تاجیکستان می گویند از حساب بیشتر از 300,000 جای کاری نو که باید در 2 سال آینده آفریده شود، نصف آن را بخش خصوصی تأسیس می دهد. نیاز قربانوف، معاون رئیس آژانس شغل اهالی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر 10,000 جای کاری نو از طرف نهادهای حکومتی آفریده شود، بقیه آن را کارخانه‌های خصوصی تشکیل می کنند. حکومت تاجیکستان هفته گذشته برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی را قبول کرد که بر اساس آن باید در مدت 2 سال آینده در کشور بیشتر از 300,000 جای کاری نو آفریده شود. مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل گروغلی یک نوع آوازخوانی سنتی را که در قلمرو آسیای مرکزی و بخصوص در کشورهای ترک زبان رایج است به حیث میراث جهانی فرهنگی ثبت کرد. دولت ترکمنستان گروغلی را به حیث میراث غیر مادی جهانی برای ثبت به یونسکو پیشنهاد کرده است. خبری پذیرفتن گروغلی به فهرست میراث جهانی یونسکو در حال نشر شد که در قرقیزستان گروغلی سرایی در حق من از قهرمان یکی از حماسه‌های معروف قرقیزها در شهر بیشکک ادامه دارد. در تاجیکستان در عهد شوروی گروغلی سرایی رواج یافته بود ولی سالهای اخیر به گفته فرهنگ شناسان تقریبا از بین رفته است. در داستان گروغلی جسارت، محبت و دلیری برای وطن توصیف می شود و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.